جان و دل را حسن آغاز آمدن. اقهار شنگری دوران ماست، طفل دامان رد برد باز آمدن. اقهار شنگری دوران ماست، طفل دامان رد برد باز آمدن. شکر درگاهت که همراز آمدن، مکتبم را ذوق اعجاز آمدن. شکر درگاهت که همراز آمدن، مکتبم را ذوق اعجاز آمدن. صحنه تو این صحنه آدمگری، در جهانت یک جهان ساز آمدن. بند استادان تو بشنیدم، چون حبیبت با چه آواز آمدن. بند استادان تو بشنیدم، چون حبیبت با چه آواز آمدن. همدم و هم مسلکی راست آمدن، مکتبم را بلبل آواز آمدن. همدم و هم مسلکی راست آمدن، مکتبم را بلبل آواز آمدن. مکتبم را بلبل آواز آمدن. زیبی زمان معالیم، نوری جهان معالیم. زیبی زمان معالیم، نوری جهان معالیم. در کنی فضل و دانش، نقشی نهان معالیم. در کنی فضل و دانش، نقشی نهان معالیم. فیضی سحر معالیم، شمس و قمر معالیم. در راهی پر سعادت، مثل پدر معالیم. در راهی پر سعادت، مثل پدر معالیم. معالیم معالیم معالیم، مثل پدر معالیم. معالیم معالیم معالیم، مثل پدر معالیم. گنجی بها معالیم، بختی صفا معالیم. گنجی بها معالیم، بختی صفا معالیم. در راه علم و دانش، جاوید بمان معالیم. در راه علم و دانش، جاوید بمان معالیم. دیده چو نور معالیم، چیده چو گل معالیم. گویم به تو تشکر، تعظیم به تو معالیم. گویم به تو تشکر، تعظیم به تو معالیم. معالیم معالیم معالیم، تعظیم به تو معالیم. معالیم معالیم معالیم، تعظیم به تو معالیم. تعظیم به تو معالیم. معالیم معالیم. با مایان پند و حکمت داری تعلیم،
بسارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت دادی تعلیم بسارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم مایان پند و حکمت دادی تعلیم بسارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت دادی تعلیم بسارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را قسم خوردم با جان تا روز هسته همیشه دوست دارم این وطن را با مایان پند و حکمت دادی تعلیم بسارنجه کشیدی معلم با مایان پند و حکمت دادی تعلیم بسارنجه کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم برای روزگاری نسل سالم خانه فانوس است و مهمان شمع آمد پروانه ام درود و پیام ما و مهمانان بالا مقام شما را به این محفل زیبا به این درگاه مقدس خوش آمدید میگیم چنانکه که ما و شما میدونیم امروزها در سرتاسر جمهوری فستیوال بچگان کودکان با نام عید کتاب جشن گرفته شده است. کتاب انسان را برای خیرت و معرفت آداب و اخلاقی نیست و متانت و بزرگی هدایت می نماید. از این رو من همیشه شاگردان خردسال خود را ترغیب می نمایم تا که به کتاب مهر ببندند و آن را همیشه مطالعه نمایند. چنانکه که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گفته‌اند کتاب کلید دانش و واسطه اساسی سوادناک شریعه است. این دستورالکان نازنین دستگلی تر و تازه از باغ علم و معرفت به شما آماده نموده‌اند و اینک آن را پیشکش شما می نماییم. هر کس بشناسد سخن خالق سبحان آن نور که نازل شده بسیار کتاب است. خالق نشناخت دیده آدم مگر آن دم که جانب دل شد که جهاندار کتاب است. برنده ها صبرینه و بزرگمهر. مرحمت بچه ها. سلام نامه. السلام علیکم السلام سلام همگیاران السلام علیکم السلام با همه یار و دوستان خوش آمدید به روی با این
دیار السلام ای نور استقلال فیضی بشمار با صداقت در سخن بحری وطن برخواسته السلام ای هم نمای و هم فضای و هم دیار السلام علیکم استادان قدردان پدر و مادر مهربان و مهمانان عزیز قدم نیکی هر یک شما را به این درگاهی مقدس خیر مقدم میگوییم السلام ای دوستانی بهتر از جان السلام تا شود این منزلی ما چون گلستان السلام دست به شیبر گرفته ما بگویم این کلام نوری دیده تاج سر خوش آمدید ای دوستان سلام نامه سلامی گرم و جوشان ای یارانی محترم سواد آموزی ما شما را سازد خورم السلام ای ملت همت بلند السلام ای دوستان ارجمند سلامی ما سلامی آشنایست پیامی بغباری روشنایست سلامی ما سعادت آفرین است محبت را صداقت را قرین است بچه ها پیگ از همه ما در خاکی داره که ما بچه خوشبخته که در این سرزمین زیبا آفتابرویه با چونی یک سرور مشبک و مخور زندگی داره بله ابوبکر واقعا هم راز گفتی سرورد نداری خود را و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم المالی رحمان میرسانم که برای ما بچه ها چونی شرایط خوب و بیانتا و ازمونهایی که آینده ما را درخشان میکنند تشکیل نمودند نامت حلال بود ای پیشوا ملت زانتن که سرور تو ملت ندید علت خواب شبت پرانده قسمت به خلق کرده آشکار شده جا پس به نظیر مردی از جنگ دور کشیم با خوب با تلاش شد جنگ را شکستاندی با خوب شد شما بدرچی خودی تربیوی ما بخیده به موضوع کتاب دوستی به همتای ما چو گنجوری معانی ها کتاب است سفالی زندگانی ها کتاب است سرود کتابم را در اجرای خوانندگان صنفی که یکی منظورتان می‌داریم
نمونه غمخوارند هر لحظه به او به گوشه ای تنهایی صد راحت هست که هرگز آزارند کتاب روشن است مثل گلشن است کتابی من رفیقی مهربانم توی هم صحبتی شیرین زبانم دیلم از خوندنت گردید روشن تو را از دستی خود هرگز نمانم علم تو در جهان خوانی در تو نست نادانی ای دانش عالم همه در سینه تو زد دانم همگان شد گوهربار کتاب است دانش طلب و بزرگی آموز تا بهنگرد روزت از روز هر نقطه که به چهره آثار نشسته در سینه که لوحم تو معیار کتاب است از طریقت دو رقم زد اول به کلام بعد به رخسار کتاب است هر کس به تو آموخت دیل و دیده و جان را آراسته قدش این همه انوار کتاب است در لوح و قلم شاهدی آثار کتاب است در منزل و مقصودی گوهردار کتاب است تاریخ اگر ثبت شده در صفی ایام تصویر رخش در خوری گفتار کتاب است بر من سبق دادی کتاب گل در طبق دادی کتاب آرزوی شیرینی مرا از هر ورق دادی کتاب تو همدمی ساز منی تو بالی پرواز منی هر کسی کتاب برابر میگردد از حکمت خلق و خبر میگردد در باغ حیات جاودانی فردا داند که نخلی با ثمر میگردد کائنات از آدمیت از کتاب است anish koji tanhoi kitab ast flugi subhi donai kitab ast دارد کتاب ایزو شرف یک جایگی با هر دو کف بر چشم خود ما کن دفا او را نگه دار چون صدف چو منظوری معانی ها کتاب از صفایی زندگانی ها کتاب از چرا جویی رمز جاودانی جهانی جاودانی ها کتاب است
تماشا کنه در نقشه ها. سلام دختر جان. مادر جان، من در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کردم. میخواهم بیاید آیدی کتاب های خانده ام با من سوال جواب کنه. اهدف من پدرم، من واقعا نته، من سینه ترکی تماشا دارم. باز در همین جای فیزیکی که نام آی بزار کرده من آسمانت. سلام پدر جان. سلام دخترم. پدر جان، بیاید برای در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از اشتراک کردن آمادگی بینیم. مرا به این آزمون معلمه همچون یک خواننده فعال نامنویس نمودند. او سوسو برازیر ماشین بزند. ماشین زد رفت نزد مادرم. خدایا، مادرم هیچگاه از تماشای سریال های ترکی و از معرکه گردی سر نمی کنند. پدرم باشد همیشه با بازی های اینترنتی و تماشای فوتبال مشغولند. همسایه ها، همسایه رابع همسایه بیا. همسایه خونه همسایه گهواره بندان نمیره. میروم دستخانم را بگیرم. داداش خانم رفتم خانی همسایه گهواره بندان. بیرد موشه زنک اخمق فقط کرد در مرکه را بیار. یافتم بهترش کمی مطالعه کرده بعد به نزد معلمه میروم. معلمه گرچند سرکار هم باشد برای من وقت مییابند. دانی ها کتاب است. سخنها در وصف کتاب بونیسه انس، صفیه، سیرازی، سودش، رقیه، عبدالله، امینه، ابراهیم، جلیزاده، محمد. نیروی بزرگ برخوردارم. سخن از جمله نعمت‌های آوری بوده. خسرت و انسان را تجسم نماید. کتاب بهترین یاور و مسئولیتگری انسان بوده. حیات و زندگی و مسئله‌های نو به نو می‌آموزند. بعد ظهور خط آدمای قدیم امکان پیدا کردند که در روشن چوب صفا برگی در استخوان‌ها نقش آفرند و نویسند. نبوخالای دولت سخنی‌ها کتابخانه با مرمی گنجینه کمک عمل میکرد. خوشبختانه امروز در کتابخانه ما برای نیازمندان باز است. خلق تاجیک از شماره همان خلق است که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خود دارد. اگر دستت اندشد آن امتحان دوستی جانی انسان است. خوشبختانه کتاب‌های سفالین و سنگین و نقشی روی چوب‌ها تا زمانی ما رسیده. امروز زینت یا ساختمان‌های معتبر جهانند. شخصی که همیشه در مطالعه است کبوتری را ببازد که همیشه پروازهای بلند و سزاوار صاحب است. این بحری والیدروی شما رقص در اجرای احمد جان پیشکشتان بینماییم احمد جان.
دانش است. اینک عزیزان برای فهم خودها درباره این کتاب اسلامی شریف فرشته آمینه یوسف اوصیه. در معنی یک کتاب خوب بهتر از یک خزانه بزرگ. کتاب خوب دوست بهترین است. همیشه روی دست کتاب داشته باش تا مردم تو را روی دست داشته باشد. به کتاب دنیا تاریک از زندگانی ناروشنی است. دانش شود یا آزمایش بزرگ کتاب پولیس بر عالم دانش خواندن کتاب خوب برابر دیدن دیداریار است. گیرد گنجی سخن بادا معلم، رخت گل در چمن بادا معلم. با وصفی تو اگر شعر بگویم، فدایت جان و تن بادا معلم. نباید فراموش سازیم که کتابخوانی و علم آموزی ما در نتیجه زحمت‌های زیادی استادان غمخوار و مهربان به دست می‌آید. سرود معلم باشی سلامت در اجرای میرزای محمد جان.
ما از دیده بر دلها گذشت. مکتبی ما چون عروسی نازنین دیده و دل را منور می کند. حسن زیبایی فروغ افروز آن صد جلو مانند اختر می کند. سروری آن نگار لطیفی کار مکتب با صداقت می کند. طالبانی علم را همواره او در راه دانش هدایت می کند. سروری ما افتخاری ما بود، سبزشی افج و براری ما بود. زیر خورشید محبت ها او دانش اعلا شعاری ما بود. در پرجام درس امروزه سخن را با موابین دیرکتور محترمه شریفова موجوده در بانو مهدی مرحمت معلمه عزیز. اما شما در میگویم در این درس شریف تربیتی معلومه یک دقیقه امروز دیدیم که یک درس خوب درس در وصف کتاب هر یک خواننده حرکت کردن یک سهم خدا گذارن. بسیار یک درس خوب بود. رحمان معلومه زحمت‌های شما تشکر زیاد که همین زبانی بلبلی امینا گویای امینا همین ماست همین از وی معلومه است. سلامت باشید معلومه. اکنون میگن که برای صدا برآمدن دو دست در کار، یک دست اگر معلومه باشه یک دست دیگه والدینای شما هستین و همتون تشکر. سلامت باشین. رحمت به شما. چون ما شما هستین. جمعی و عیشه میرزایف محمد یاسومن تیار شود. باین ببیس محمد آیس امان مجون آیس شریفova یاسومن یاسومن من بنیگو پرویزاده ساربا ساربا حسنزاده کامیک جانزاده یوسف جان بیا یوسف جان بنده کنی هم بکو و زایزاده بزرگمهر رحیمزاده احمد جان بیا احمد آفرین احمد آفرین بورک شد. نعمتزاده ابوبکر بیا ابوبکر آفرین ابوبکر مالک تجاری انا اینجاست. علی و صفیه آفرین صفیه آفرین. نصرالدین زاده امینه محمود را امینه آفرین امینه مالک
محمودزاده احمد جان. آفرین. محمودزاده دادیا. علیزاده رقیه. آفرین رقیه. آفرین. حسن و منیسه. آفرین. اینجا منیسه اینجا بیو. آفرین منیسه. ابراهیم دوران بک. یای. آفرین. دلیرزاده محمد. رجب مرادov عبدالله. بیا. آفرین عبدالله. انا این طرف گشتیم. آفرین. علیزاده آسیه. علیزاده آسیه. آفرین آسیه. انا این طرف. من این منم آسیه. نجم الدین و صفیه. یا صفیه. آفرین. رستم زاده سوداس. یا سوداس. مبارک شود. سفرزاده حسن جان. بیا حسن جان. آفرین. تبریک. مبارک شود. منوچهرزاده محمد. بیا محمد. آفرین محمد. دعوتزاده انس. بیا انس. آفرین. آفرین. انس مدنی بکن. انس. صدرالدین زاده سیراج‌الدین. آفرین. امام علی زاده فرشته‌ما. رجب زاده شکرانه. شکرانه مرده. یا شکرانه. آفرین مرده. این طرف میگو. این طرف میگو. اینا. انا. آفرین. دوزاده زیباسنه. تو بیا زیباسنه مخلوق. علیزاده رقیه. گرفته. اصلا. غفورов شریف. بیا شریف جان. تبریک. این طرف گرد. این طرف گرد. یعنی صورت. سلامت باشید. تمام ایما جان. آفرین.